مینا ببخشید مینا دانشگاه سن پترزبورگ لندن. احساس کردم تو دل من یه موجی از سونامی 25 سال پیش زدم. 25 سال پیش الان به من تیکه انداختی احساس میکنم. کلمه اول خوردن غذا حل هوله. واقعا براتون متاسفم. برو نه داداش ایشون با شما میخواد بره. نه داداش نه با شما میخواد بره. آقا الان چیکار کنیم؟ با من میایم؟ رخ کارو داری؟ آقا عالیه. فکر کن مثلا اونجا وایسادی از اونجا داری این رخ کارو میگیری. خفن عالی خفن. ولی موری میخوام امروز یه شب شد یه امشب یه مخ کار بگیری، یه چیز خفنی، یه کلیپ باحال. من زبونم به شما نمیرسه توی کلام، ما که لفظ باز نیستیم، ولی ان شاءالله بتونم یه 4 تا من نوکرتم آقا. من نوکرتم عزیز منی آقا. کوچیکتم ولی قرمز یا آبی اومدم. مرسی. جیبم نداریم، اینو کجا دسته نمیرسه. مینا ببخشید مینا نیستی شما؟ میشه لحظه من خیلی چشم و ابروتون واسم آشناست و احساس میکنم من شما رو یه جایی دیدم. دانشگاه شما صنعتی شریف نبودین؟ دانشگاه هنر باراجین نبودم عزیزم. دانشگاه سن پترزبورگ لندن اصلا دانشگاه نرفتین کلا خانه‌دار و منجوب دوزی و هنوز سنم بوده که دانشگاه برم. سنتون وضعیت کرونا کی دانشگاه میتونه بره؟ نه من حرف الانو نزدم، من حرف هولوش 25 سال پیشو زدم. 25 سال پیش 25 سال پیش که بله من دانشگاه میرفتم اون موقع. من 49 سالمه. حالا از اینا بگذریم. من تازه اومدم ایران با پدر. من لندن بودم، بستن‌آباد، شهر بستن‌آباد بودیم. حالا من دد صدا میکنم بابا رو، چون جفر صدا میکردم قبلا، گفت زشته جعفر اسمش، گفت زشته من جفری صدا کنیم فلان مثلا. من دد صداش میکنم و با دد اونجا بودیم. و اینکه من میتونم شما رو دعوت کنم به یه کافه با هم. این همه حرف زدی که اینو برام بگی. حالا اگه تا اینجا اوکی نیست، من 12 تا ماشین دارم. من هر موقع کم میارم از ثروتم میگم. 12 تا ماشین دارم، رنگ و با رنگ کنار هم دیگه. اسمتون چی بود؟ من فرید محمد نژاد هستم، ولی بچه‌ها حامد صدا میکنن. حرکت تو خیابون می‌بینی اینجوری هر کسی نه. چشم 50-50، یعنی چشم تو چشم. لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، کامی و اصغر، این آخریه. ولی این چشم حرف میزنه. من چشای شما رو وقتی از دور میومدین نگاه کردم، احساس کردم تو دل من یه موجی از سونامی ایجاد شد که من واقعا اتفاقی افتاد در وجود من. بارون میاد و تو نمه شرشر بارون همیشه اون شاعرای بزرگ میگفتن توی من خیلی آدم خوششانسی‌ام که شما رو پیدا شاعر کردم. هستم. بله شعر زیاد میگم. هوام که خیلی زننده است، شخمی هوا بین شخمی و لطیف. حالا در کل من میتونم شما رو دعوت کنم بهت یه نسکافه کاپوچینو. پول همراهتون هست؟ من چون اروپا بودم، من دنگ و دونگ 50-50 هم چش تو چش میشم، 50-50 دنگ و دونگ. پول همراهتون هست؟ در حد مثلا 20 تومن حالا دنگ و دونگ منم بدین. الان با هم بریم. آره واسه بیشتر هم دیگه رو به آشنا بشیم، با ماشین من بریم به حساب شما. اگه مشکلی ندارین. فکر کنم واقعا ایران نبودی. آره کلا نبودم دیگه. ما اونجا کلا یعنی دختر حساب میکرد. کلا اکثرا دخترها حساب میکردن، پسرا بعضی وقتا 50-50. یعنی اکثرا دخترها، اغلبا پسر. اوکی این بریم. کجا زندگی می‌کنید شما؟ بس نبود. ایران هم همین دور و برا بودیم دیگه. ما سمت ولنجک بودیم. جک اون در رفتیم سمت پایین شهر. من بچه پایینم. جان. این ماشین توئه؟ آره مال خودمه. مال خودم. آره. اوکی. بریم. خب سویچ من مرتضی، سویچ دست منه؟ دست خودتونه. بفرم خواهش میکنم. بفرم در واسهتون باز کنم. بفرم. الان این بود ماشین قد چیه؟ آقا مدرالت داریم. من نوکر خاک دم. ما بریم یه نسکافه کاپوچینو. ببخشید بفرم. داداش خوش باشی. فکر می‌کنم با تو میام با این ماشین. چون چه فکری کردی که فکر کردی من با این ماشین با تو میام جایی؟ تازه بعد من حساب کنم.
حالا من حساب کنم سگ خورد بشین اول رابطه تو سر حساب کردم 30,000 تومان کاپوچینو کالاچیو ماریرتو برا بوم این بچه‌ها این اسمای الان بی شخصیت شدن. آره الان که میگفتی این ماشین برای تو گفتم 12 تا برای من گفتی چی حرفی زدم؟ من نگفتی که حساب میکنم. گفتی من تازه از ایران اومدم ایران. باش چطور ماشین؟ بله باش حامد داره فارسیش خوب میشه اصلا هم ریخ برم روان حساب ماشین هم بله حساب ماشین هستش هرچی داریم از آقا حامد تو ونزوئلا واقعا نمی‌تونی با یه دختر صحبت کنی یعنی چی کاری که من میندازی؟ جان؟ یعنی چی کاری که من میندازی؟ من تیکه ننداختم ما داشتیم با هم تعامل میکردیم تا یه نتیجه برسیم. الان به من تیکه انداختی احساس میکنم ها. چه تیکه‌ای؟ ما گفتیم از خارج اومده حجابتون من به حجاب خیلی حساسم. کجا اومدی شما؟ وای رشی و حسین عواد پانتومیم شما میتونیم بله یه دقیقه نگاه کن کجا تپ چند کلمه دو کلمه دوم کلمه اول خوردن غذا حل هوله ذرت کلمه دوم شیکاگو لاس وگاس مکزیک حالا صحبت مکزیک شما رو من خب لا داره بوت باره اینجا رو اسم شما چیه؟ من مرتضی هستم به مکزیکی میشه پکروس فامیلی من کوچیک آقا من آمد تازه اومدم. من ایران بودم ولی زبون مسلط همه کشورها رو بلدم ولی واقعا نمیدونم شاید ناراحت شید از حرفم ولی این دوستتون خیلی آدم بی شخصیتیه. این گوشی تو بگیر چون ماشین من پرایده بی شخصیت خیلی تو زندگی من این شرایطو خیلی توش بودم شما میرسه ما هر چی شخصیت جمع کردیم از بغل شما بوده پراید بی شخصیت نه سر پرایدش نه شما که الان داشتیم من داشتم نگاه می‌کردم داشتیم باهاش صحبت می‌کردین و قرارم گذاشتین و چی شد تا دنگی دنگی کافه هم رفتن نه چی شد ناراحت شد داداش بابا برو نه داداش ایشون با شما میخواد بره نه داداش نه با شما میخواد بره آقا گفت من صاحب این ماشین میخوام شما بستین اینجا من 5-6 دقیقه داشتیم صحبت می‌کردیم واسه شما بسته بودین کارو اینجا خب فقط دعوتم که برای کافه فکر نکنم گوشیش هم شیکه شما گفتین من حساب میکنم همه شنیدم اومدم ایران تو ایران این چیزا ندیدم خب راست میگه انقدر خاکی بودن که پراید چند تا ماشین گذاشتیم جلوشون پراید رو انتخاب کردن نه خب نمیخواد ریا کنی نه بذار فهمید، بگم یه آقا فهمید. بذار بگم نه فهمیدم ماشین شما برای شخصی من نباید نظر بکنم از آقا آمد بله حالا ماشین برای من نیست در کل این ماشین برای دوستان هستم آره این ماشین برای سالاره شما به خاطر چی از من بعدتون اومد یک آن زمانی بود که فهمیدین ماشین من سایپا مطمئنه اگه این آبیه بود چی زیر بارون با تو هم تو خیابون اینو با تو هم ولی وقتی فهمیدی ماشین برای من نیست اشکال نه جان الان چیکار کنیم با من میاین نه با آیت میاین ترجیح میدم با ایشون ماشین شماست این ماشین آقا سالاره من ولی من کار دارم خودم میخوام برم جایی نه نمیخواد حالا وایسی الان شما از ایشون خوشتون اومده ایشون این ماشین برای شماست درسته بله با قرمز بیشتر حال میکنن ولی من این اجازه رو نمیدم چون شما بسی بالا من داشتم دلم اینجا پر میزنه که یک دقیقه بتونم با یک سر میز به خاطر خودم واقعا من مسخره این با چیزه دلش اومده جلو مسخره چیزه ولی شما با چشات مسخره چیزه من پراید دارم من ولی خانم نترس ولی این با دلش اومده ولی منی که پراید دارم دل بزرگی دارم توی دلم ویلاهای دوبلکس توربلکس همون شربلکس این 4 طبقه آنقدر من در دلم برای آن کسی که دوستش دارم خانه ها ساختم یعنی بارون داره با گریه من قاطی میشه این 5 تا بهش ریبن داد الان اشک ریبن فروشی داشت اشک منو میتونی ترجیح بدی حالا یه چک بزن حالا بچه‌ها ببخشید بزن معذرت میخوام یه لحظه الان با کدوم یکم ماشینا میخوایم بریم نه خواهش با کدوم یکم ماشینا میخوایم بریم با هیچ کدوم
واقعا داری ازم سوال می‌کنی؟ آره اگه من آیت داشته باشم با من میاد. معیارتون واقعا ماشین شما؟ آخه اولش نه چه سویچ ماشین منو بدین؟ آره میارم. معیارتون ماشینه؟ نه سویچ ماشین من. ممنونتون میشم. ممنونتون میشم. توی خوشگلی خیلی عین حساب. توی خوشگلی ماشین. بچه‌ها فکر کنم شما هم خوشگلی هم ماشین خوبی دارید. من با پرایدم میرم. مرسی. بچه‌ها صحبت کنید. خیلی مخلصم آقا. ما گفتیم هرچی داریم از بغل آقا حامد داریم. ما گفتیم هرچی داریم از بغل حامد داریم. آقا نوید بیا این سویچ ما گفتیم من نوکرتمو دارم میرم. من دارم میرم. کجا میری؟ دارم میرم ولش. من اومدم دو تا عکس ازش بگیر. با این عکس بگیرم. حالش خرابه. ما گفتیم هرچی داریم از بغل آقا حامد داریم. جان اینم برادرم معروف. آدم معروف که نه دیگه. شما گفتید. آقا نوید من نوکرتم ببخشید من تا الان اومد داشت اینم سویچ ماشین شما یه اسنپ واسه من بگیری من رفتم. خداحافظ آقا. من دوستتون دارم میبینم. قربونت برم. ولی معیارتون هیچ موقع وسیله شخصی نباشه. دوستتون دارم. قربونت آقا حامد خیلی نوکرتم. اسنپو برو. واقعا دیوونه. همین پراید هم لیاقت میخواد. ببخشید تو رو خدا دوربین مخفی دوربینامو نشون بده. حامدو نمیشناسی؟ حامد تبریزی. اهل این اینستاگرام نیستی؟ حامد تبریزی. آقا حامد گفتیم بهشون. آقا خیلی مخلصم. شکرت آقا. سلام. خیلی مخلصم. سلام. مخلصم. ببخشید تو رو خدا ما خواستیم یک دوربین مخفی با هم داشتیم واقعا زد. کارتون خیلی زشت بود. زشت بود؟ واقعا براتون متاسفم. حتی اگه دوربین مخفی بود. واقعا من معذرت. نه یه چند لحظه یه لحظه نه خواهش میکنم یه لحظه ما نمیخوایم که شما عصبانی بشید. یه دونه به اون یه دوربین. دوربین ما یه نه. دست تکون بده اگه رضایت داریم ما این فیلمو پخش کنیم. حالا یه چیز به شما میگم من داشتیم شوخی می‌کردیم قصد اذیت کردن و ناراحت کردن شما نداشتیم و اینکه خواستیم به تصویر بکشیم یک شوخی بود ببخش بازم من از زبان قاصر در دوباره یعنی کار ما بد بود ولی کار این حالا میخوام میگم به چالش میاد ولی کار این دخترایی که با یه نگاه عاشق ماشین میشن بعد با یه نگاه ثابت میشن اون چیه داستانش؟ حالا کار ما بد بود کار ما از شما معذرت می‌خوایم و از شما این اجازه رو می‌خوایم که یه لایک به دوربین ما نشون بدیم به یه دوربینمون اونجاست داخل ماشینه یه دوربین دست تکون بدیم به دوربین نه جدی داریم میمونن یا نم تو ماشین. خوبه دیگه چهره شما معلوم نشد دیگه. چهره‌تون معلوم آره نیست ماسک زدین. چه خوب که ماسک میزنید آقا چه خوب که ماسک میزنن. یه لایک نشون میدیم به دوربین ما تا اجازهشو بگیریم از شما تا پخشش کنیم. مرسی. یه لایک هم به اون دوربین ما نشون میدیم. ممنونم. یه دونه هم اونجا. نه جدی. باشه دستت درد نکنه. بازم ببخش. مرسی. محبت کرد. حامد تبریزی ایشون هستن. خداحافظ. دست آقا این یکی خیلی داشت. آخرش الان فوش خیلی میداد. مخلصم. این یکی خیلی آقا خیلی کوچیکم. دیگه داشت این یکی ما رو میزد. داشت شانس آوردیم آقا. تیکی تاکا و فلان و بیسال از این حرفا این داخل ماشین خیس شد. نه این ضد خیسه. ضد خیس. بله. خیلی مخلصم دور سرتون بگیرم. حمایت کنید. کار خفنی شد. عالی. بعد بهش گفتیم امیدوارم یه جا خوشش بیاد. ترسیدم این آخرش که اومد قاطی گفتم کرده الان بود. فوش میده دوربین اومد خرج آره کن. قاطی کرده. گفتیم آره الان فوش میده. خیلی قاطی مخلصم. کرده بودم. خوشی که همتونم غلام شاکر ان شاء الله خوششون بیاد. آقا به ما میرسه که سابسکرایب کنین لایک کنین کامنت بذارین حمایتمون کنین دوستتون دارم از صمیم قلب خسته شدم پام دیگه نمیکشه همه میدونن شماره که نیست کیه. نه دیگه نه این قشنگه شما هستید که ما هستیم نوکرتونم به اون دوربین خاکم مخلصم دفتر نقاشی خودمه هم مخلص آقا مرسی آقا دمتون گرم خسته نباشید خسته نباشید